کدوم خطرناکتره؟ پشه یا کوسه؟ والا کوسه که دندونای تیزی داره، دیدم فیلمم ساختن ازش، خیلی حمله میکنه به انسان. پشه مگه انسان میکشه؟ پشه دار کم داریم البته، تسه فکر کنم، ولی فکر کنم کوسه بیشتره. پشه 725 کی میکشه، کوسه یه نفر. کوسه بنده خدا مظلومه. مار در مقابل گرگ که رحم نمیکنه، فکر کنم خیلی وحشی تر از مار باشه. مار معمولا تو منطقه شهری خیلی کمه، گرگ به نظر من. مار 80,000 نفر میکشه. بیشترش فکر کنم تو آفریقا حاجی حمله میکنه، سمت مار نرید. سگ در مقابل پلنگ خیلی سرعتش بالاه، ببینه کشته. ولی یه نکته‌ای که هست، سگا خب بیشترن. این بار من سگو انتخاب میکنم. چرا یه آقا 25,000 نفر میبینن؟ چرا خوشحال شدم. حلزون آب شیرین در مقابل خرس. به خدا اگه حلزون بیشتر باشه، خرس طبیعتا، خب خرس وحشیه دیگه. حلزون آخه چجوری میخواد به تو برسه که بکشتت؟ 20,000 نفر حلزون میکشه. خدایا خسته شدم. گوز در مقابل روتیل. خدایی گوز نگه بیشتر باشه ویدیو رو تموم میکنم. روتیل آقا مگه نیش نمیزد روتیل؟ گوز 200 نفر در سال میکشه به دلیل تصادفات جاده‌ای. اینو اصلا فکر نکردم خدایا.